البته شما درست قید کردید دایر به مبلغ‌های غیر نقدی گفتید. ببینید در دبوچه پیام نیز از جانب پرزیدنت کشور محترم گلرحمان خوب قید می شود که ما باید به نظام بیلینگی گذاریم که این یک مقصد اساسی گزارش به نظام بیلینگی این چیست؟ برطرف نمودن عامل‌های انسانی است. یعنی کمبودی‌ها در اینجا آشکار شدن از جانب بعضی ساختارها و پرزیدنت کشور نیز یک مثال خوبم آوردن که وقتی که ما نظام بیلینگی را نصب کردیم بعضی عامل‌های انسانی برطرف می‌گردد و می‌تواند که بر رشد نظام اقتصاد رقمی زمینه گذارد. یعنی این در قسمت پرداخت‌های غیر نقدی، پرداخت‌هایی که با عوض استفاده نیروی بله و ما این نظام بیلینگی رو به همون مقصد استفاده بردیم که این عامل‌های انسانی برطرف شوند و همچنین بر رشد بودجه، بر رشد نظام اقتصاد رقمی زمینه گذارد. و در این برابر شما درباره علم گفتید، تحقیقات علمی گفتید. حالا ببینید در جمهوری تاجیکستان که زمان رشد بمیلان اقتصادی در جهان قرار دارد، جمهوری تاجیکستان این مسئله ها رو در مد اول گذاشته است. علخصوص حکومت کشور، پرزیدنت مملکت محترم گلرحمان در این جهت دقت مخصوص می‌دهد و برای ساحه رشد علم و اینواسیون تدبیرهای ضروری نیز اندیشیدند. و در بعضی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی مرکزهای علمی تحقیقاتی تشکیل کرده شدند. اصلا همین مفهوم اینواسیون خودش علم است. نتیجه های علم در تحقیقات میباشد. برای این باید چیکار کرد؟ یعنی همگیری علم با عملیه رو بیشتر باید تقویت ببخشیم که همگیری علم اگر وقتی که تقویت بخشیده شدن میتواند اینواسیون به وقوع پیوندد. یعنی که در آنجا نوگانی‌های علمی به وجود می‌آیند، در آنجا اندیشه‌های نو به وجود می‌آیند. این همه این سرچشمه است، همین است. همچنین در پیام هم ذکر کردید که ما بر رشد اقتصادی و اجتماعی مبلغ‌های کلانی رو صرف کردیم از جانب بودجه کشور با مبلغ 670 میلیارد سومانی که اینم سرچشمه از چی است؟ تشکیل نمودن فضای علمی در جمهوری اسلامی، تشکیل نمودن فضای سرمایه‌گذاری برای صاحبکاران. این همه سرچشمه از همون مبلغ‌گذاری ها و دستگیری های بی‌واسطه حکومت از جانب حکومت کشور، از جانب علخصوص پرزیدنت کشور نیز آغاز می‌یابد. البته شما درباره پارک‌های تکنولوژی، مرکزهای علمی تحقیقاتی گفت زدید. بسیار اندیشه خوب است و در مؤسسات تحصیلات عالی کشور امروز به سمت علم و اینواسیون دقت مخصوص می‌دهند و علل خصوص برای تشکیل نمودن روندهای استحصالی همکاری را با ساختارهای غیر بودجتی یعنی کارخانه و کارگاه‌ها برآورده شدند. علل خصوص دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان نیز در این سمت سهم ارزنده گذاشته است و ببینید حالا در دانشگاه ما نیز در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان لایحه‌های نو نیز برآورده شدند. اینچنین سمینارهای علمی نوآوری تشکیل کرده شدند، از جمله سمیناری نوآوران تشکیل شده که خود جوانان در این بیشتر جلب شده‌اند. خود جوانان لایحه‌های نو رو پیشکش می‌نمایند که هم از جانب دانشگاه به ساختارهای دولتی پیشنهاد می‌گردند. کارخانه‌های خصوصی نیز به محفل‌های علمی دانشجویان جلب می‌گردند و اندیشه‌های دانشجویان رو به خود می‌گیرند و برای رشد همون منبع اقتصادی و اجتماعی سمت کارخانه‌ها استفاده می‌برند. بله، چندین جوانان ما الکی در برابر تحصیل با کارخانه‌ها رابطه زیاد دارند، کار می‌کنند، فعالیت می‌کنند و اندیشه‌های خود را درباره رشد همون اینواسیونی کارخانه می‌گویند. لایحه‌های اینواسیونی که دارند پیشنهاد می‌کنند و از اون کارخانه‌ها می‌تونن استفاده برند. سندهای تطبیق نیز و عنوانجویان می‌گیرند که این یک سهمگذار است به رشد اینواسیونی. درباره کارخانه‌های صنعتی بگیم، اگر امروز که زمان رشد اقتصادی رقمی است، کارخانه‌های صنعتی باید دقت اولین درجه به اینتלקچوالایزاسیون رقمی کنی باید دهند. اینتלקچوالایزاسیون رقمی این برای چی است؟ این دانش تکمیل یافته متخصص است. یعنی همون متخصصانی که دارای دانش بلند و استفاده فرهنگ خوبی تکنیکی دارند باید جلب کنند و در کارخانه ها در روند استحصالات آنها را چی سفربر نمایند که ایده های خوب در استحصالات دهند و مقصد اساسی همین کارخانه ها برای جلب متخصصان بلند چی است؟ این رقابت پذیری سالم در بازار استحصالی است.